زن فرعون آسیه زن فرعون بود. چه قسم مشکل برایش میرسد. در آغوش فرعون زندگی میکند. از آغوش فرعون گفت ربی الله، رب من خدا هست، رب من خدا هست. گفت جز خدا نه فرعون را خدا میدانم نه پادشاهی دیگر را، فقط ذات الله خدای من هست. ربی الله، گفت خدای من الله هست، آفریدگار من الله هست. فرعون از این حالت خبردار شد، از این حالت خبردار شد. آمد گفت آسیه، زندگی میخواهی، حیات میخواهی، شوکت میخواهی، هر چیز میخواهی، فقط یک چیز را قبول کن، من را به خدایی بپذیر. آسیه گفت نه، من با خدا عهد و پیمان کردم، من با رب العالمین عهد و پیمان کردم که ربی الله هست، رب من خدا هست. گفت درست، بیا برید آتش را جمع بکنید، عذابها را آماده بکنید. در نزد چشم فرعون آسیه را گرفتن میکشتن. عذابها بر بالای آسیه آمد، حتی پایش را به دو طرف جدا کردن، بدنش را. آسیه یک بار میدید و نگاه میکرد که بگردم از دین خود و از راهی که انتخاب کردم بگردم، ولیکن صبر کرد. خداوند قصری که در جنت برایش آماده کرده بود در نزد چشم آسیه می آمد و نگاه میکرد. آسیه چی دعا کرد؟ گفت ای پروردگارا، عذاب فرعون آسان هست، ولیکن از عذاب تو در روز محشر، از عذاب تو در روز محشر، ای پروردگارا، عذاب فرعون دنیوی است، قصر جنت و اخروی را میخواهم. آسیه صبر میکند. امروز هم مسلمان صبر بکن. مسلمان، حالا مسلمین برادرانی داریم یک چند روز درست با ایمان زندگی میکنند، درست راه شریعت را میگیرند، ولیکن روز بعدیش چند روز بعدی میبینیم چه شد برادر؟ راه دین را گرفتم غریب شدم، راه شریعت را گرفتم اسیر شدم. برادر صبر بکن، راه شریعت جنتی داره که خداوند وعده میدهد برای ما. پروردگار در سوره رعد برای ما بیان میکنن والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم، کسانی که صبر کردند فقط به خاطر رضای پروردگار.